سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، عین حال در پیش ما برادر که خودش خودش توبت کرده گه الله سبحانه و تعالی شفاش داده گه، یعنی استیلی سمسی به گفتی رسو. در بسیار ویدیومون میگفتیم بسیار مردم باور نمیکردن که از جان عقل که چخیر شدی. راش که ما برادرم سحر کردم هم که جادوگر و او را خوندیم و بعد هم جنهای کم برادر مرا زمین را سوندیم. خب و پیش یک مولا رفتم و خواند او گشت که بهتر آن است که خودت را خودت خوانی بهتر است. همون مولا گفته؟ گپ مولا را گوش کردی؟ ماشاءالله. همه الحمدلله پسیم ما که از سن ما صنف 4 میپیم الحمدلله نماز میخونم. ماشاءالله. من شب به نماز گشتگی نیستم الحمدلله. برای خاطر پدرم که مولا که بود ما الحمدلله میخونیم روی. ماشاءالله بارک الله. با گفت که در یک خواندن میتونی گفت 4-5 پاره قرآن بخون گفت بعد تو ببین جن چیکار میشه. یا ششتگی نمیگه 4-5 پاره قرآن بخون ان شاء الله کی ساز میشه وسایسته. من الحمدلله گفتی همون مولا رو کردم در یک خواندنم یک سوره بقره تا آخرش و از سوره آل عمران قریب تا نیمش میخونم. 4-5 پاره قرآن و میخوندم میرفتم. حقیقت گفتم وای کردم جن میسوخت در بدنم. حس میکردی که یعنی بدن گرم میشه میسوزه همون جین در بدن تو؟ جن که میسوخت حرکت میکرد میدونستم از این پا میگرفت. ماشاءالله. و بعدا یعنی اوسته هازی وقتی که رمضان که بود یا 2-3 روز در تاجیکستان رمضان داشتم اینجا آمدم روسیه. وقتی اینجا بودم الحمدلله روزه دائم داشتم. اولش آزارم میداد کم خانه وجودم بسیار که میخوندش هم بیم دورم میکرد وای میکرد، لیکن پستین الحمدلله همین کار تکرار کردم تا حال همین کار میکنم هر روز خدا بر بیگاه. یعنی بعد از اون که چند مدت خواندی که اما بدن نبود چی؟ 3 ماه من 2 ماه همین کار تکرار کردم اونجا دیگه آزارم بس شد. دیگه 2 ماه خودت توبت کردی در آزار نمیته. دیگه آزارم اوج چند کشید آزار نمیته؟ اوج 2 ماه زیاد شد ما آزارم. 2 ماه شد که اوج به پرو گشتی است. به پرو گشتم من آدمایی که صحت اندای آدمای صحت من صحت الحمدلله. ماشاءالله. یعنی اولش که الله سبحانه و تعالی شفا میده. الله در قرآن میفرماید که و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. یعنی الله نازل که از قرآن را شفا برای مؤمن ها. یعنی الحمدلله که شفا هر انسانی که خودش کوشش کنه. الله میفرماید که ان الله لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. الله در یگان انسانیت در یگان قوم تغییراتی نمیده تا اینکه همون قوم همون انسان همون بشریت خودش کوشش نکنه. این بگیم برادر که خودش که حرکت کرد کوشش کرد الله سبحانه و تعالی شفاش داد. مثلا وقتی که مثال عادی بگیریم اگر یازی ما مثال ملاها هر کسی که بخونه جینه مثال بگیم از همون جایی که برآمد درآمدگی همون جا میبره یا میروه اونجا هویه بگیم به حساب داری هوی و خیلی که آدم حالتی که انسان ترسید با برات میدره یا موزیک گوش کرد میدره یا رقص بازی کرد دیگه و دیگه بازی یگان نامحقلی کرد یا قضای نماز کرد دیگه و دیگه یگان معصیت رخ داد او جین ابرات در بدنش میدره. وقتی که انسان خودش که کوشش میکنه همون بگیم مکان جینی که در آمدگی همون مکان مثل که شپکلوف که میکنه و فونده میزنه محکمش میکنه دیگه او جین در آمده نمیتونه. برای اوای هر انسان باید خودش کوشش کنه که تیزتر بهتر شفا بیاوه. شفا در دست الله سبحانه و تعالی نه که قرآن سبب میشه و خود انسان کوشش میکنه حرکت میکنه سبب میشه الله تیزتر شفاش میده. و همون خاطر اکیدیم ما اگر که قرآن بخونیم قرآن هم گفتی که بود در دنیا هم برکت من میده، هم روز روزی من زیاد میکنه، هم روز قیامت شفاعتگر میشه، هم در هر یک کلمه در هر یک حرفش ثواب میگیریم. حتی که ما شاید که امتحان الله هست که با خدا هم بخواه نزدیکتر کرد. من پیشتر گپ راست میگم من موسیقی میدونستم موسیقی حرام بود گوش کردن لیکن موسیقی گوش میکردم از همون که این حالت شد ما همه دیگه موسیقی بخشی گوش کردیم. ماشاءالله. یعنی الله سبحانه و تعالی یگان بیماری پروستات نمیته یا حکمت داره. مثال بسیاری مردم هستن که قرآن خواندن نمیتونه الله بیماریشون میده که شاید رنگینی برادر وره قرآن بخونه تا اینکه قرآن خونی یاد بگیرن. بسیاری نماز نمیخونن. یعنی بسیاری خواهرها هستن که مینیوب که میگشتن سبحان الله. یکی الله همین بیماری جین سحر و جادو را داد شو با سبب همین بیماری چیکار کرد؟ آواز نقاب میبندن سبحان الله. قرآن خوان دیگه هستن. یعنی الله هدایتشون میده به سبب یک بیماری. وقتی یک بیماری در بدن یگان کس میشه ازش یه حکمت داره. مثل که اینی باردار روز میگه مثال نگم کدام شی
مثلا یک نیان مثلا نماز نمیخونه میگه درد دارم در بدنم همجا شاید چند تا بینماز باشین نه تو حکمت الله در اصلا که شاید که به سبب بینمازی شما الله هم بیماری میتش چون که شما خودتون فکر کنین زدو متکنین چون تو حتی بودتی الله بکنین آره که الله میفرماید که و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون من نآفریدم جن ها را یعنی من خلق کردگیم الله میگه جن ها و انسان ها را مگر با خاطر آنه که من پرستش بکنند یعنی الله را باید پرستش بکنیم چه جن ها باشه چه انسان ها وقتی که جنی که الله را عبادت نمیکنه انسانی که الله را عبادت نمیکنه چیکار میکنه به هم پیوست میشوند حکمت اللهش باید همین است که وقتی این جن که نبود پیش از انسانی که صحت سلامتش خوب باشه دستش در میکنه از همون کمی جن در بدن من ندارنده یکو برسم در کرد که نیست دیگه این پیشتر مثلا در میکنه و وقتی کاری باشه الحمدلله که همینه که وشته قدرت الله که بود هم دادم که یکو بار سر من در کرد که نیست ماشاءالله ببینید که از هجوما گرفتم مقصد خون هجوما انا تورات میشه میشه تورات ان شاء الله چیکار نمیکنه همون جایی که خون میاد ولاج سلفتی قطعی پیشکش تمام فهمیدم میخوام پشت اخی میبردارش هم ینگر میگم میشکش کنم اینا ان شاء الله خیره خب الله نیابانتون باشه که ادامت که حجامه کنین میدونین ان شاء الله بتونین حجامه کنین جزاک الله خیر برای پند نصیحت برای برداری که گفتی الله نیابان باشه همین رژیمی کردی همین رژیم بعد یارو توصیه بکنه تا اینکه یارو هم بکنه بیشتر که نماز تهجد میخونم گاهی وقت میخونم گاهی شب نمیخونم الحمدلله که هم شدم هر روز میخونی هر روز نماز تهجد میخونم قرآن هم که میخونم بعد از همین رسیدن کردم بعد از کار کم میخونم دو رقصه رقم الحمدلله حاضر بسیار میخونم ماشاءالله هر بیت میخونم ماشاءالله این دین حرکت کنین شیروی نر حرکت ایده خوبتر بهتر شین این 5 پاره 4 پاره بخونش ما 6 7 پارهش کنین تا اینکه ایده خوشتر شین با الله نیابون